دولت حتی اگر صداهای تندی هم باشه حتما با صبوری خواهد شنید، به جهت اینکه باور داریم مردم ما به اندازه کافی مردم صبوری هستند و وقتی که صداشون در میاد یعنی فشاری که بر اونها وارد می شده فشار بالایی هست. کار دولت این هستش که صداها رو بشنوه و کمک بکنه نسبت به فهم مشترک برای حل مسائلی که در جامعه وجود داره.